چیه؟ یک لیوان سرطان خالص، همون ماده‌ای که هر روز و هر هفته تو غذاها داری ازش استفاده می‌کنی. این ماده اصلا خوردنی نیست. برای ضد عفونی کردن رختکن‌های ورزشی و استخرها و حوض‌ها ازش استفاده می‌کنن. کات کبود یا سولفات مس، این همون ماده‌ایه که تولید کنندگان خیارشور فله‌ای برای حفظ رنگ و بافت و ترد شدنش ازش دارن استفاده میکنن. وجود این ماده تو خیارشور فله‌ای میتونه باعث مشکلات گوارشی و سرطان کبد بشه. مطمئنم اینم نمیدونی که اون آب سفید رنگ روی دبه خیارشور اصلا آب نمک و سرکه نیست، کپک و قارچ آسپرژیلوسه که خود اینم سرطانزاست. بماند که خود اون دبه پلاستیکی هم کلی میکروپلاستیک وارد بدن اسم میکنه. من مریم پورمهدیان، متخصص تغذیه و رژیم درمانگر، تو پیجم پر از حقایق تغذیه‌ایه. منو فالو داشته باش و این پست رو برای دوستات بفرست تا بهت یاد بدم چطوری خودت توی خونه یه خیارشور سالم خوشمزه ترد درست کنی.